چطورین رفقا؟ به چنل امین کوست خوش اومدید. اومدیم با یه فیلم کوتاه ترسناک. اصلا قبل اینکه این ویدیو رو تا آخر نگاه کنی چنل منو سابسکرایب کنی و دکمه زنگوله رو بزنی و این ویدیو رو هم لایک کنی. برو بریم. خیلی خوب، بریم. به به. هویج هویجه؟ او بدونش تو فاضلاب یعنی چی؟ او به خاطر یه هویج واقعا ارزش نداره دارن سرویس دارش. خب چون هندی های من. خب او این دیگه ارزش خوردن نداره. داشت خودت انداختی دیگه. هویج میخوره تو همون؟ خیلی حال میده. حال میده؟ دهنش آب هویج میشه. And I think eating carrots is a great way to lose weight. Like, I lose about like 10 pounds every month or so, you know? So, I mean, yeah, so I've lost about 100 pounds over the past like 10 months. You know, I mean, sometimes you feel a little bit فکر کنم مثلا because, you know, you probably لاغر don't بشه، بعد eat protein or انقدر ویدیو something. نگاه کرد راجع به هویج، But, مثلا you know, you just have to هویج trust the بخوره process لاغر as میشه. part of تاق training. هویج بخوره لاغر میشه. باش انقدر هویج خوری توهم داره دیگه. چیه پنجره است؟ چی این کموده؟ ایناست که بله. چی نیست داداش، بگی بخواب، بگی چیل کن. برو راحت باش. گلوش گرفت، گلوش گیر کرد، گلوش گرفت. داداش آب بخور لعنتی. داداش ناموسن نمیرن، فیلم تمام میشه. مرد؟ ای به خاطر یه هویج مرد یعنی؟ what the fuck این دیگه چیه؟ نگو که اسرائیله.
شد خودت همین؟ شد؟ تمام شد. چی شد؟ دایرکتد ادیتد ستار وینگ. هر جاش قسمت خورده شد. آره سوشال هاوس فیلمز. بله اینم از سازنده فیلم. تمام. برای وقتمتون گرم این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. حتما نظرتون رو بنویسین این پایین تا بگین چه فیلمی دوست دارین پیدا کنین برای ما و ما به اون ریاکت بدیم. دمتون گرم تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. عشق من تمتون. خداحافظ.